ما در طول 2 هفته ما در طول حرف بدیه؟ چی؟ ما در طوله جان سوال شد برام. ما در طوله چیه؟ خب نه عزیزم یعنی منظورم ما خب در طول خب 2 هفته همون فوش آرومتر دادی فقط. تو رو خدا بذار ما چک کنم. رامبد از کسی عصبانی هست چیزی شده؟ نه خب برای که اول سوالی اوقات تلخ میکنی؟ نه والا به خدا دارم حرف خیلی جدی عادی داشتم میزدم. بفرما باش ما جان ما در طول آقا ولش کو بگذر هر کاری ببخش بیو اول این سال هر کینه ای داری ببخش بذار به حسابمون هر چی داری به ما بگو. چشم. به ما بگو. پس ما در نوروز این قشنگ شد این قشنگ شد. ما در 2 هفته نوروز آفرین ما در 2 هفته نوروز چقدر حرف قشنگ. مثلا میگه ما در نوروز ما هم میگه قربونت برم پدر مثلا چه میدونم پدر چهارشنبه سوری تمام خلاص ما در نوروز آفرین